السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. امروز ها میبینیم که در شبکه های اجتماعی پیام های پهن می شود که مضمونش چنین است. شخص پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم را در خواب دیده است که چنین و چنان میگوید. اگر کسی این پیام را به 20 نفر برساند، بعد از 3 روز یا در آخر هفته برایش خبر خوش میرسد، و الا اگر بی‌پروایی کرده نرساند، برایش خبری بد می آید. خلاصه چنین پیام ها را با واسطه واتساپ و وایبر و دیگر شبکه های اجتماعی زیاد پهن می کنند. بعضی مسلمانان ساده لوح نیز با چنین دروغ ها باور کرده و 20 نفر کجا با 100 نفر می رسانند. برادران و خواهران عزیز، اینها همه دروغ محض هستند. اینقدر زود باور نشوید. در طول تاریخ اسلام هیچگاه با دروغ پهن نشده است. اینها همه دسیسه های دشمنان دین است که میخواهند با هر وسیله ضربه به اعتقادات ما بزنند و عقیده های ما را ویران کنند. میخواهند با پهن کردن این گونه پیام ها مسلمان ببیند و فوراً به دیگران پهن کند تا وقتی ببیند که خبر خوش برایش نمیرسد دچار شک و تردید شود و گمان نیکش را نسبت به خدا و پیامبر و قرآن و اسلام از دست بدهد. ببینید، وقتی یک مسلمان با یک امید کلان این پیام را به 20 نفر پهن می کند و بعداً خبر خوش نمی بیند، البته روح افسرده می شود و اعتقاد قوی که نسبت به خدا و پیامبر و قرآن و اسلام داشت ضعیف می شود. ما این را اهمیت نمی دهیم، ولی چنان در اعتقادات ما ضربه می زند که خودمون آگاه نمی شویم. آنها اعتقادات ما را مورد هدف قرار داده اند که با هر وسیله آن را ویران کنند. می خواهند ما را نسبت به دین خودمان بدگمان کنند. برادران و خواهران عزیز، چنین پیام های دروغین را هرگز پهن نکنید و با چنین پیام ها و با چنین دسیسه های کافر باور نکنید. همین قرآن و حدیث های جناب رسول الله صلی الله علیه و سلم برای راهیاب شدن ما و برای پند و عبرت گرفتن ما کفایت می کند. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.